ماز یا قلمچی؟ میدونم سوال خیلیاتونه و خیلی براشون سواله که بالاخره کدوم بهتره. هر کدوم از این آزمونا توی یه چیزی برتری دارن نسبت به اون یکی و من همین چند روز پیش داشتم با یکی صحبت میکردم و اون نظر خودشو داشت ولی داشت خیلی چیزا رو نادیده میگرفت. من بهتون میگم و پیشنهاد خودم هم میگم ولی در نهایت انتخاب با خودتونه. اگه دنبال یه آزمونی میگردید که امنیت سوالا بیشتر باشه، تقلب کمتری داشته باشه، باید دنبال ماز برید، چون آزمونهای قلمچی کلا سوالاش لو میره و تقلب خیلی زیاد. این از این. اگه دنبال سوالات سخت و چالشی و یا ایده‌دار میگردید، باید دنبال ماز برید. سوالات ماز معمولا سطح بالاتری از کنکوری داره و سوالای ایده دارتری داره. خیلی به شما کمک میکنه که سطحتون رو هی افزایش. شاید براتون اول سخت باشه ولی به رفته رفته حتی ممکنه سطحتون از کنکور هم بالا ببره. و کسایی که دنبال سوالات در سطح کنکور میگردن که بیشتر شبیه ساز کنکور باشه، باید دنبال سوالات قلمچی باشن. این از این. اگر از لحاظ برنامه مشاوره‌ای و اون کارنامه مشاوره‌ای که میدن بعد هر آزمون بخوایم مقایسه کنیم، قلمچی خورده بهتره، یکم ولی نه خیلی، برابر ولی قلمچی خورده بهتر. این از این. از لحاظ برنامه راهبردی هم برابرم، من دیدم هیچ فرقی نمی‌کنن و اگه بخوام پیشنهاد خودم رو بگم، هر دو رو تست دادم ولی چون امنیت سوالا و سوالات ایده دار، مخصوصا نمیخوام بگم سخت، سوالات ایده دار توی ماز بیشتره و بیشتر ازش سوال میاد، من ماز رو پیشنهاد میکنم ولی باز انتخاب با خودتونه.